خب اول سلام به دوستان مجازی و بعد دوستان حضوری. مرسی ازتون، ممنونم از اینکه به دعوت دنیا جو اینجا جمع شدیم. خیلی ارزشمنده، همونجور که قبلش هم گفتم صدام اگر بیاد بیرون، از اینکه این فضا باز میشه که زنها بتونن حرف همدیگر رو بشنون، یه جای امنی باشه که بتونن درد دل بکنن، تجربه هاشون رو بگن و شبیه معبدهایی که ما در گذشته داشتیم، جایی بوده که زنها فضای امنشون بوده همدیگر بغل کنن و بدونن که جایی هستش که شنیده میشن و اتفاقات و جریان‌های مشابهی توی زندگیشون افتاده که میتونه در واقع درسی باشه یا همراهی باشه واسه رد شدن ازش. خیلی ارزشمنده. من اگر بخوام یه کوچولو از خودم بگم، الهام هستم، خوشبختم و مسیر زندگی من الان در 10 سال گذشته بیشتر جاری بوده و در سفر بودم. حالا دوره‌های کوتاهی در واقع ساکن شدم جاهای مختلف، از جمله مکزیک که در 5 سال گذشته به واسطه کووید و حالا رابطه‌ای که اونجا شکل گرفت به خاطر جریان کووید و حالا دلی که پرکشید، من ساکن مکزیک شدم. این بحثی که امروز داشتین راجع به بیداری زن وحشی، جدا از این که خب ما خیلی توی کتابات توی متن‌ها اینا میخونیم، یه بخش عمده‌اش در واقع تمرین کردن و زندگی کردن این انرژی درونی که در درون همه ما هست که حالا سرکوب شده، به اسارت گرفته شده و فراموش شده. زنها خب قدرت‌های بسیار بالایی دارن، همونجور که مردها دارن، ولی زنها به واسطه داشتن پورتال زندگی، داشتن رحمی که در وجود ماست و زایشی که اتفاق میفته، درک‌ها و دریافت‌های شهودی بسیاری دارن، جدا از اینکه خب قلبمون هم هست. حالا من دختر بچه‌ای که از کودکی برام، حالا توی پادکست ها گفتم اگر دوست داشته باشین گوش بدین، اینجا فقط یه کوچولو خلاصه از روش رد میشم که سفر برای من از کودکی یک آرزویی بود که به واسطه نقشه که بالای سرم پدرم زده بود، بالای سر تختم بود، برای من این فضا و این تخیل و تصویر شکل گرفت که من دوست دارم با یه کوله پشتی و یه دوربینی به گردنم دور دنیا رو بگردم و بچرخم و ماجراجویی کنم. ولی خب دنیا چرخید، همون فضایی که هممون تجربه کردیم، بریم مدرسه، بعد بریم دانشگاه، بعد بریم سر کار، بعد بریم ازدواج بکنیم و بعد جریان زندگی گم شد که توی این گم شدن ها و بعد پیدا شدن ها خودمونم پیدا میشیم. حالا مفصل جریانش، ولی خب من ازدواجی داشتم، در 24 سالگی ازدواج کردم و 9 سال زندگی مشترکی داشتم که باز به خاطر داده های ذهنی و شرطی شدن های ذهن که خب تو الان باید دیگه خب زن متأهلی هستی و باید خب حالا در کنار کارت زندگیت هم پیش ببری، سفر عملا گم و گور شد و اصلا درخواست و نیازهای درونی منم گم شد. حالا همونجور که داشتیم تو این کتاب میخوندیم راجع به ریشابی و حالا جریان‌های انتخاب، نمیخوام خیلی برم وارد اون موضوع بشم چون خیلی بحث زیاده، ولی خب اون پیام‌ها و اون دریافت‌های درونی بودش که من بعد از 1 سال دیدم که واقعا این فضای من نیست. ولی خب از اونجایی که شنیده بودم، باز اون ذهن شرطی، داده هایی که به ما داده میشه که تو باید بسوزی و بسازی و با لباس سفید بری با لباس سفید برگردی، من اون زندگی رو 9 سال در واقع کشش دادم و اصلا در ذهن من این نبودش که من میتونم جدا بشم یا اصلا میتونه طلاق وجود داشته باشه، که به واسطه همین من فقط به مرگ فکر میکردم که تنها راه من برای بیرون اومدن از اون رابطه مرگه و مرگ انتخابی، چون حالا تا کی بشینم من بمیرم. و بارها پیش اومدش که من رفتم بالای ساختمون و میخواستم خودم پرت بکنم پایین و تنها دلیلی که این کارو نکردم وجود مادرم بود
که گفتم این زن چرا باید عذاب بکشه، چون من پدرم تو سن پایین از دست دادم و نمیخواستم که در واقع مادرم و حالا اعضای خانواده بخوان اذیت بشن. در نهایت این مبارزه ها، این جنگیدن ها و این پیدا کردن خود درون از اون جریان، از اون موقع شروع شد، از 30 سالگی تقریبا 16 سال پیش، و کمک کرد این تراپیا به من که من بتونم در واقع فکر بکنم که دری رو باز بکنم در ذهن بستم که خب من میتونم حتی جدا بشم، میتونم طلاق بگیرم. حالا بماند که چه چالش هایی واسه اون داستان و اون جریان بود، چون هیچ حمایتی از سمت خانواده نبود و من میدونستم که من دختر بچه واقعا ربطی به سن نداشت، از درون واقعا یه بچه خامه که چیزی نمیدونه، مخصوصا حالا ما دهه 50 یا باز خیلی با دهه 60 و 70 و 80 و 90 متفاوتیم، همونجور که با 40 و 30 فرق میکنیم، که من اصلا چجوری میتونم با اینکه من از 16 سالگی کار کردم، تو اجتماع بودم، ولی اینکه مقابله شدن با سیستم های دولتی و دادگاهی و جنگیدن و مبارزه های این شکلی برای من اصلا یک فضای بسیار دور از ذهن بود که من چجوری اصلا میتونم وارد این فضا بشم. در نهایت بدون هیچ حمایتی که حتی یک نفر از اعضای خانواده، نه کلامی، نه همراهی، نه قدمی، نه مالی، ازم حمایت نکردن، جز با اینکه بسیار حتی مانع من شدم. من یه مسیر 3 ساله رو تنها رفتم توی دادگاه ها، حالا تو فضای آلوده دادگاه که زن مطلقه که جوون رو میبینن و به عنوان تومه ازش میخوان استفاده بکنن، حالا راهنماییش بکنن. من که هیچ دانش و اطلاعاتی راجع به اصلا قانون نداشتم، راجع به حق خودم به عنوان یک زن نداشتم و حتی وکیلی نداشتم که بخواد از من حمایتی بکنه. من انقدر رفتم اومدم، هفته یک بار من تو دادگاه ها بودم تا اینکه بتونم این برگه آزادیمو بگیرم، برگه آزادی که حق هممونه که بتونیم این آزادی رو داشته باشیم. از اونجا من میتونم بگم که این فضای جنگیدن و پیدا کردن قدرت درون و آماده شدنم برای رفتن به سفر دور دنیا، حالا مدلی که مخصوصا من سفر میکنم، شروع شد. یعنی هر اتفاقی که در زندگی ما میفته دلیلی داره و باید بیفته. تمرین روحمونه، مشقایی که باید پس بدیم و ترسا و همه اون فضاهایی که برای ما ناشناخته و تاریکه و اصلا جرأت ورود بهشون نداریم، دقیقاً نقطه مشق ماست، دقیقاً نقطه تعالی روح ماست. و همه اون جریان برای من فضایی شدش که خب من 2 دهه در رشته معماری کار کردم، از مراحل پایین در واقع شروع کردم، از زمان دانشجویی تا بعد بتونم پروژه‌های حالا بزرگتری داشته باشم و در نهایت بعد از اینکه برگه آزادی رو گرفتم همچنان 2-3 سال دیگه در مشغول کار بودم در تهران و آخرین موقعیت کاری من یه پوزیشن بسیار خوبی توی رشته معماری بودش که سوپروایزر 25 تا ویلای خیلی اعیونی، حالا به قول خودمون لوکس، در لواسون بودم. ولی بعد دیدم که این منو اقناع نمیکنه، ارضا نمیکنه. خب بعد از این چی؟ من الان این مراحل اومدم، این قراره تکرار بشه. حالا هر چقدر پروژه معماری تغییر بکنه، تفاوت داشته باشه که هر کدوم فضای جدیدی به من بده، ولی باز خب آخرش که چی؟ من اینو نمیخوام. من هنوز رو هم دنبال یه جستجوگری و کنجکاوی و تا قبلش هم همچنان این در سفر بسته بود. تو رابطه ای هم که داشتم در واقع اونجا هم سفری میرفتیم، اگرم میرفتیم فقط فریاد بود و داد و خاطرات خیلی سنگین. تا اینکه من 10 اسفند ماه 11 سال پیش رفتم سر کار و گفتم من دیگه نمیام، که خب حالا با مخالفت های کارفرما و مسئول شرکت و همه اینا در واقع مواجه شدم و حالا بعد ترسایی که بهت میدن، خب الان از اینجا بری دیگه جایی پیدا نمی‌کنی بخوای کار بکنی و دیگه شرایط الان چجوری میتونی کار پیدا بکنی، دیگه کاری نیست و باید همینجا بمونی. خب اگه مثلا حقوقت اضافه میکنی یا بمون مثلا تا آخر سال. گفتم اصلا دیگه نمیخوام، من دیگه بریدم، من الان میخوام برم.
اون موقع مثلا نمیدونستم کجا میخوام برم، فقط دیگه نمیخواستم اون کار رو ادامه بدم. خیلی حسی. حالا ترس ها بود در گوشه که خب الان اگر این کار رو انجام ندی بعدش قراره چی کار بکنی، ولی گفتم حالا اصلا الان نمیدونم، فقط اینو قطعش بکنم. چون ما برای باز شدن مسیر جدید یا برای پیدا کردن خودمون باید از یه سری عادت ها، روتین ها بگذاریم. من اینا رو مثال میزنم که خودتون در واقع تو فضای زندگیتون شاید بتونین پیدا بکنین این نقاط رو یا این فضاها رو. چون ما شاید خیلی مطالعه بکنیم، خیلی کتاب بخونیم، خیلی بشنویم از این برانور، ولی تا وقتی عملی اجراش نکنیم درکی که باید داشته باشیم ازش رو نداریم. اون کندنه، اون رفتن تو دل ناشناخته و تو دل ترسه. این قضیه از اینجا شروع شد، یعنی این پریدن ها و این قطع کردن ها تا همین الان، همین جایی که الان من نشستم همچنان مشغول قطع کردنم. چون انقدر وجود انسان، انقدر روح انسان لایه های مختلفی داره که هرچی قطع میکنی یا هر چی که در واقع درمان میکنی باز یه بخش جدیدی بالا میاد و این تمامی نداره قابلیت انسانه. چون این روح هزاران سال، میلیاردها سال در واقع زندگی و خاطره و حافظه داره و این تموم نمیشه، فقط هی عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه و سبک‌تر و سبک‌تر هرچی که ازش جدا میشه. خلاصه اون قطع کردنه باعث این شدش که مسیر من باز بشه و به شکل یک معجزه یک مسافری من سر راه ببینم وسط تابستون هم سال بعدش، چون قبل عید بود. و این یه مسافری بودش که با یه نقشه کاغذی دور دنیا، اون 10 سال پیش 9 سال بود که داشت سفر می‌کرد و هیچ چیزی از تکنولوژی این آدم همراهش نبود، نه دوربین داشت، نه موبایل داشت، نه لپتاپ و میگفتش من با بینیم بو میکشم میرم. یک مرد رومانیایی بود که ما تو جاده‌ای که داشتیم میرفتیم اینو تو پمپ بنزین، من اولین بک‌پکر یا کوله به دوش زندگیمو من در موقع دیدم. چون من تا قبلش میرفتم سفر، خب همین عادتایی که داریم که خب خیلی هم بابه، خیلی هم خوبه که سفر بری یه هفته بری بعد هزاران دلار خرج بکنی و بعد خب بری رستوران، بری بار، بری کافه، بری خرید بکنی، مارک‌های مختلف خرید بکنی و بیای. و اینو 2 تا سفر قبل از اینکه من در واقع اون مسافر رو در جاده ببینم انجام داده بودم و دیدم که نه اصلا باز اینم نیست، نه این نمیچسبه. و وقتی اونو که دیدم و حالا یه مکالمه طولانی با هم دیگه داشتیم، انقدر من آماده بودم که بهش گفتم تو اگه صبر بکنی من میام پاسپورتم برمی‌دارم میام با هم بریم. که گفت من نمیتونم ایران بمونم چون ویزام 2 روز مونده و بعد از ایران خارج بشم. خلاصه اون جرقه‌ای بودش که من برم تو دل یک دنیای ناشناخته‌ای که تازه یادم اومد که این آرزوی کودکی من بود و همیشه این تصویری که من داشتم، این کوله به پشتم و دوربینی که گردنم بود شبیه زبلخانی که تو کارتونش شاید بعضیتون یادتون بیاد یا دیده باشید که بره دستش رو بگیره شیر رو بیاره یا مثلا توی حیات وحش رو طبیعت باشه. و دیدن این آدم برای من الگویی بودش که تو باید بکر سفر و هیچ نمونه و الگوی دیگه ای نیست. حالا 10 سال پیشم تعداد کسایی که سفر میرفتن و حالا مخصوصا که حالا بلاگر بودن یا اینفلوئنسر بودن خب خیلی کمتر بود. الان خوشبختانه فضای سفر باز شده و جوان‌ها، دخترها، پسرها، حالا زوج‌ها با هم دیگه زیاد سفر میرن و حالا به اشتراک میذارن فضای سفرشون. دیگه اون برای من بابی شد که من برم تو دلش و در عرض 2 ماه من یه سری اطلاعات جمع کردم، 2 تا ویزا گرفتم و زندگیمو کلاً جمع کردم، فروختم و گفتم من میرم. یعنی چیزی نمیخواستم اصلا پشت سرم باشه که منو نگه داره. حالا یه اندوخته مالی بود و یه ماشین که اون ماشین رو فروخته بودم و پولش رو فرستادم برای یک دوستی در فیلیپین. حالا اینا رو تو پادکست گفتم، نمیخوام خیلی باز برم تو دلش. یعنی میگم سفر با چالش‌های بسیار زیادی شروع شد، از جمله از دست دادن اون پول و من در واقع با حداقل پولی که میشد رفتم تو دل این سفر و میدونستم که از اونجایی که حالا شخصیتاً هم آدم اینم که به قول معروف
بدنم درد میگیره اگر چالش نداشته باشم. میرم که یه سری جریان ها رو بسازم. جای امن خب بودم، الان دیگه میخوام یه سری دنیای ناشناخته رو تجربه بکنم. رفتن و دیدن و تو خود اون مسیر باز لایه های ترس هایی که بازش میکنی، از سوار شدن یا هیچ هایک کردن با ماشین های غریبه. حالا اینجا نیلوفرم تجربهشو داره، میدونه که من چی میگم. نیلوفرم در واقع از بچه‌ای که زیاد سفر با کولر انجام داده و ما تو روسیه با هم دیگه ملاقات کردیم. خیلی جالب، 7 سال پیش از امروز در واقع کرد و خیلی قشنگ بود این آغوش. سفر من از آسیا شروع شد و منی که حالا بخوام یه خاطره تعریف بکنم از این بیدار کردن این انرژیه و این زنی که خب از خیلی چیزا میترسه، از جمله تاریکی، از جمله تنهایی. یه تجربه‌ای که من قبل از اینکه سفرم شروع بکنم، چون من در بچگی توسط خواهرم ترسونده شدم تو دوران جنگ و من از تنها موندن تو خونه خیلی میترسیدم و طوری که دقیقاً 1 سال قبل از اینکه این سفر رو شروع بکنم من تو خونه مادری در واقع تنها شب تا صبح نخوابیدم به واسطه اینکه کسی خونه نبود. یعنی تمام مدت تا صبح بیدار بودم و میترسیدم. یعنی این ترس ها، منم انسانم، این ترس ها رو داشتم، باهاش به دنیا اومدم، که تو این زندگی تجربه کردم و ترس ها بود. ولی اینکه چجوری از این ترس ها رد بشی و ببینی که این ریشه این ترس از کجا میاد، خودش یه کندوکاو و یه جستجوگری درونی میخواد که هر کدوممون واسه هر اتفاقی که هست، اگر ترس از گربه است، ترس از خروس، خیلی از خروس میترسن، یا ترس از ارتفاع یا از تاریکی، این همه ریشه در درون ما داره، چه در این زندگی، چه در زندگی‌های گذشته، چه در رحم مادر. یهو خودمو توی جنگل‌های اندونزی وسط نیمه شب بدون هیچ محافظ، بدون هیچ چراغی، بدون هیچ موبایلی، بدون هیچی، من سرمو گرفتم بالا. خب از اونجایی که خیلی دوست داشتم نقشه رو خیلی دوست داشتم و دیدن از بالا رو دوست داشتم، یه لحظه بخوام نگاه اومدم دیدم من وسط این جنگل زنده، جنگل بارانی، در واقع رین فارستی که تمام مدت این زنده است. صدای حیوونا میاد، صدای پر از حشره است، پر از جونورهای مختلف. حالا یه سری پشه هستش که بزنه در جا در واقع میمیری. مارها هستن که حالا وجود دارن و هستن. حالا من با یه صندلی لا انگشتی وسط جنگل با شلوارک یه لحظه سرم آوردم بالا، ستاره ها نگاه کردم و یه لحظه نگاه کردم گفتم کجای دنیایی؟ الان تنهایی. چه حس عجیبیه و چقدر امنی. و دلیل این امنیت چیه؟ اعتماده. جوابی که برای من بود اعتماد به جایی که هستم، اعتماد به قدرتی که هست و داره ازم محافظت و مراقبت میکنه، اعتماد به این روح هستی. حالا ما اسمش خداوند میذاریم، فرشته‌ها، مراقبان میذاریم. اینکه همین نشونه ها همه چی با ما در حال حرف زدنه. هر اتفاقی که بیرون میفته، حالا دنیا جون داشتن از صدای گوشی که برای یکی از مراجعه کننده هاشون بود در واقع دریافتای شهودی بود، ما تا وقتی که به قلبمون، به حسمون، به درونمون وصل نشیم هیچ پیامی نمیگیریم و همش تو ذهنیم، تو سریم، تو ترسمونیم، تو تمام داده ها و شرطی شدن های زندگی هستیم که بهمون داده شده و جرأت و جسارت و اون قابلیتی که در وجود تک تک ما هست. من از هیچ کدوم شما برتر نیستم، هیچ کدوم نسبت به هم برتری نداریم، چه نژادی، چه رنگ پوست، چه ملیت، چه زبان، چه زن، چه مرد، هیچ برتری نداریم. فقط دیدن اون قدرت درونه، دیدن اون انرژی که واقعا درون منه. ولی آیا من اصلا میشناسمش؟ یعنی که من همش توی سر دارم فکر میکنم و دارم تحلیل میکنم، دنبال اینم که خب دوربین بذارم، خب مراقبت بکنم، قفل فرمون بزنم، یا هی از خودم محافظت بکنم. میری سفر، اینا بحثای امنیتی سفر، زیپتو مثلا از توی رد کن. این گوشی رو یکی از دوستان جدیدن برای من یه ویدیو فرستاده بود که نکاتی که در سفر باید بدانیم. من ویدیو رو نگاه میکردم، من نه تنها هیچ کدوم اینا رو انجام ندادم، بلکه یه کارهایی کردم که شاید
اصلا تعریف کردنش برای باور کردنی نیست که مگه میشه همچین شکلی زندگی کرد و یه خراش بر نداشت و امن بود. من جایی که خیلی احساس امنیت میکنم تو طبیعته و تو این طبیعت بودن ها، چون سفرهای من حالا جدا از این که در یک دوره بسیار طولانی من حالا کارهای داوطلبانه کردم، تو خونه‌های مردم زندگی کردم یا باشون معاشرت بدبستون داشتم که بتونم سفرم رو ارزون و کم هزینه ببرم جلو، که بتونم ادامه دارش بکنم و بیشتر بگردم و ببینم و تجربه بکنم. خلوت‌های خودم و درونی شدن‌های خودم در طبیعت بوده. حالا در کودکی هم من این فضاها رو داشتم، می‌رفتم تو اتاق رخت خوابا یا تو انباریا مثل خودم یه کنچی اینجوری کز می‌کردم و همینجوری در حال مثلا درونی فکر کردن و خیال کردن بود. یا همیشه سرم با آسمون بود که خب که چی واقعا این چرخه‌ای که به ما میگن این مسیر زندگی که حالا برو مدرسه، اون مدرسه هایی هم که ما رفتیم که واقعا ازش بیزار بودن، خب بعد حالا بری دانشگاه، خب اینم گرفتیم، حالا برو سر کار، خب بعدش چی؟ اصلا ما اینجا واسه چی اومدیم؟ اصلا قضیهش چیه؟ چه خبره اینجا؟ من نهایت مثلا یه مالی بیاندوزم، یه خونه یا ماشین مثلا فلانی یا ثروتی، خب بعدش قراره چی بشه؟ اصلا دلیل بودن من اینجا چیه؟ اصلا برای چی من باید از کجا اومدم اصلا؟ داستان چیه؟ این سفرهای آسیا و حالا اروپا و بعدش قاره امریکا و مخصوصا در قاره امریکا خیلی بیشتر منو برد و وصل کرد به طبیعت. در 5 سال گذشته که من در مکزیک ساکن شدم، جایی که همیشه برای من یه صدایی منو میکشون اونور که خب بیا اینجا، و من اولین سفری که مکزیک رفتم 2016 بود، 2017 بود که بعد از سفر اروپا من رفتم ایالات متحده، رفتم امریکا و از اونجا من رفتم مکزیک و بعد وقتی وارد مکزیک شدم گفتم من بالاخره رسیدم خونه و اونجا 3 ماه بودم و گفتم که من برمیگردم مکزیک. که ویزای دومی که گرفتم از پرو گرفتم و بعد خواستم برم مکزیک که ویزام باطل شد چون رفتم روسیه دیگه ویزای من باطل شد و بعد ویزای مجددی که 2019 میشه 5 سال پیش قبل از کووید من ویزا رو گرفتم رفتم. میدونستم که این سری برم یه مقدار بیشتر خواهم بود چون تنها کشوری بودش که صدا میزد که بمون کارت دارم. بقیه کشورها ازش رد شدم و دیدم، باشو زندگی کردم، تجربه کردم، پیشنهاد شد که بمونم باشم و بعد من رد کردم، دیدم که همچنان روحم میگه برو، هنوز مونده که بخوای ساکن بشی. تا اینکه فضای مکزیک و موندن در مکزیک و تجربه اون رابطه باعث شدش که من بمونم و از همه بیشتر تجربه کندن ها در مکزیک خیلی عمیق‌تر شد چون من وارد رابطه‌ای شدم که خیلی احساس وابستگی می‌کردم مخصوصا به واسطه کووید و بسته شدن ها و دیگه رفتن توی فضای محدود و معاشرت نکردن با بقیه و تمام مدت رابطه با این آدم، رابطه 2 نفره به خیال خودم عاشقانه و بعد تمام درس من، تمام اتفاقهایی که در واقع میتونم بگم باعث شکفتن این الهام جدید شد از اون رابطه بود. با اینکه بسیار من درد کشیدم، بسیار اذیت شدم، بسیار لحظه های سنگینی رو تجربه کردم، ولی واقعا باید می بود که من این الهام از توش بسازم و بیارمش بیرون. کندنهای بسیار سنگین. من با اینکه وابسته عاطفی بودم، وابسته مالی بودم، وابسته جایی بودم، وابسته همه یه جور اسیر شده‌ای بودم، دیدم که حالم خرابه و هر لحظه از زندگی وقتی ببینم که حالم خرابه یه پیامیه. حال خراب بیماری میاره، توی خود رفتن میاره، عدم حرکت میاره و عدم خلق میاره. ما زنها اگر فرزندی نداریم ولی خلق کردنه که خودش بخشی از خلقت ماست، حالا مخصوصا منی که دوست دارم بسازم، حالا در زمینه معماری، در زمینه مجسمه است، در زمینه مستنده، در هر فضایی
برای خلوت خودم در حال ساختنم و وقتی میبینم که این مانع خلق من شده، مانع جوشیدن و جاری شدن انرژی من شده، یک جای گیر داره و روبرو شدن با اینکه خب حالا چطوری میتونی از این گیر خلاص بشی و تو باید هر چی که داری نداری رو برای بارها و بارها و برای چندین بار در زندگیت رها بکنی. آیا جرأتشو داری؟ آیا میتونی؟ و برای من تصویرش اینه که بالم رو باز بکنم، بپرم وسط دره‌ای که هیچی ازش نمیبینم و اونجا ابر مطلقه، هیچی نمیدونم زیر پام چیه، فقط من باید بپرم. هر اتفاقی افتاد باید بیفته، ولی من اینجا حالم خوب نیست. خود این بسیار سنگینه. گذاشتن و رفتن، گذاشتن و رفتن یه تیکه از قلبت، گذاشتن و رفتن خانوادت، گذاشتن و رفتن عزیزات، گذاشتن و رفتن اجزایی که بهش وابستگی داری، شی‌هایی که بهش وابستگی داری، مکانی که برات آشناست و هی بذاری و بری، هی بذاری و بری، هی بذاری و بری. و چرا داری میری؟ چیه که داره تو رو میکشونه؟ و اون رفتنه بسیار بسیار سنگین بود. نیومده هنوز. خیلیش ریختم بیرون. فقط سر گلمون تازه کنم. نور اینجا خوبه؟ اگه برای شما خوبه؟ اون رفتنه و اون کندنه باعث شدش که یک دروازه جدیدی برای من باز بشه. دروازه‌ای که همیشه من دنبالش بودم. یعنی حتی تو دوباری که من ویزای توریستی با پاسپورت ایرانی گرفتم رفتم امریکا یا ایالات متحده، چون من خیلی سر این قضیه گیر دارم که امریکا یه قاره است نه یک کشور و اونا اومدن اینو به اسم خودشون ثبت کردن. اونجا همش دنبال بومی ها میگشتم. حالا بومی ها ما در محاوره خودمون بهشون میگیم سرخپوست. و مواجهی که باشون داشتم تو سفری که تو مرز بودم قبل از اینکه وارد مکزیک بشم خیلی تأسف‌بار بود. دیدن اون فضایی که تصوری که من از بومی ها داشتم و بعد دیدنشون در ابعاد بسیار بزرگ، اعتیاد به الکل شدید و حالا دراگ‌های دیگه و اینکه اصلا از فضای خودشون بیرون اومدن خیلی غم انگیز بود. گفتم من اینا رو نمیخوام، من خودشونو میخوام. و تجربه که در مکزیک بود از اون رابطه بیرون اومدنه و پرکشیدن با حداقل پولی که داشتم که فقط بتونم برای یک ماه یه اتاق بگیرم و من در اون اتاق سکونت داشته باشم در یه شهری که اصلا نمیدونستم کجاست. خود رفتن ها هم فقط حسیه. من از این ور میخوام برم، خب این ور نمیخوام برم، حالا از این ور میخوام برم، حالا کجا میخوام برم؟ یه جایی نزدیک دریا. برای من همیشه دریا یک فضاییه که خیلی باش ارتباط برقرار میکنه. و بعد وارد شدن به اون شهر با همه غم‌ها، با همه دردها و خلوت‌ها دروازه‌هایی رو باز کرد که من بتونم با بومی‌ها و مسیرشون و تفکراتشون بیشتر آشنا بشم و باشون هم قدم بشم، که باعث شد اون تعاریفی که الان ما داریم همینجا با خوندن این کتابا و خوندن توی سری کتابای دیگه بهش میرسیم راجع به زن وحشی بیشتر و عمیق‌تر باهاش روبرو بشم. که حالا شاید در تعاریف همین یه سری استوری که گذاشته بودم زن وحشی، حالا یه سری میخندن ها تو وحشی بودی من نمیدونستم. آره من وحشیم، ولی وحشی از چه نظر؟ چه نگاهی به وحشی بودن داری؟ زنی که حالا بخواد پاچه بگیره یا اینکه مثلا حالا بی‌ادبی بکنه یا تعدی بکنه، این یا حالا روابط متعددی داشته باشه که نشون دهنده آزادی و رهایی، این زن وحشی نیست. زن وحشی از نگاه من زنی که بدونه و پیدا بکنه، حس بکنه قدرت وجودشو، اون انرژی درونشو بشناسه و وصل بشه به خودش و بعد به طبیعتش. طبیعت چیه؟ طبیعت مادرمونه. طبیعت زمینیه که هممون ازش زایده شدیم. ما هر چی که در این زمین میخوریم، مینوشیم، از دل زمین میاد. هر چی که هست از دل این مادرمونه و بدون داشتن اینها ما اصلا زندگی نداریم. برای همین ما هممون وصلیم. هر چقدر که بتونیم این اتصال رو بیشترش بکنیم. وصل بودن به طبیعت یه بخشیش پا برهنه، راه رفتنه، که این در واقع
این اتصال رو برقرار بکنه، چون آسفالت خیابون، کفش ها، همه اینا در واقع سدی میشه برای برقراری این ارتباط. چجوری یک باتری وارد دستگاه میکنه؟ اگه سولفات باشه نه دستگاه کار نمیکنه، اون سولفاتش رو باید در واقع سنباده بزنی یا تمیزش بکنی که جریان برقرار بشه. پاهای ما و وجود ما در طبیعت هم همینه. ولی خب به واسطه فضای زندگی شهری و به واسطه همه این فرمی که ما رو گذاشتن توی این قالب و چارچوب که خب تو باید به عنوان یک زن صبح بری سر کار و تو هیچی از مرد کم نداری، پا به پای اون با کتونی بپوشی، بری بدوی، به جنگی، روزی 8 ساعت کار بکنی و خودت بشی مستقل و در واقع متکی به خودت و خودت. تازه الان که دیگه برعکس هم شده، از مردها حمایت بکنی، ازشون مراقبت بکنی، نه تنها از بچه‌ت، از مردت، از خانواده‌ات و از همه چی. زن بودن ما بریده شده، قطع شده که اینها در واقع انرژیایی هستش که داره این قدرت رو از ما میگیره و این هوشیاری ماست که بتونیم یه لحظه مکس بکنیم، ببینیم کجای زندگیمونیم، چقدر خودمونیم، چقدر این زن داره زندگی میکنه. پوشیدن لباس زنانه برای نسل ما اصلا من بود، یعنی تمام مدت شلوار. همین امروز من توی فرودگاه کرمان داشتم میومدم، یه پیراهن بلند گشاد تنم بود، روسری هم سرم نبود، یقم هم شاید همینقدر باز بود و بعد خانمی که مسئول در واقع گیت بود به من گفتش که شلوارم که پات نیست. و گفتم که اصلا زن باید دامن بپوشه، چون من باید شلوار بپوشم و شما تو ذهنت اینه که به من میگی شلوار بپوش، چون تو ذهن هممون کردن شلوار بپوش. حالا از نگاه، حالا تو پادکست گفتم ولی الان اینجا باز یه کوچولو بگم، چون خود دامن این فرم مخروطی شکلش یه آنتنی میشه برای گرفتن انرژی زمین برای پورتال در واقع زایش ما و زنانگی ما. الان این حجم از فیبروم رحم و سرطان سینه برای خفه شدن در واقع انرژی زنانه ماست، سرکوب شدنشه. چرا باید اینقدر زنهای جوان در سن پایین دچار یائسگی بشن؟ برای اینکه ما یادمون رفته اصلا زنی، فراموش کردیم زن بودن. این تمرین ها با بومی ها، چون اونا خیلی به طبیعت وصلن، همونجور که اجداد ما در ایران اونها هم در واقع همه آیینشون بر اساس گردش زمین، بر اساس در واقع فصل داشت و برداشت و کشاورزی و گردش ماه و خورشید و سیارات بوده، فراموش شده. ولی وقتی یه مقدار ما مکس بکنیم، به آسمون وصل بشیم، به زمین وصل بشیم و از همه مهمتر همون جایی که هستی، زیر سقفی که هستی، به قلبمون وصل بشیم، به ندای درونمون وصل بشیم. اصلا این چی میگه؟ اصلا هستی؟ کجایی؟ قلبمون بسته شده و ذهنمونه که تمام مدت داره تصمیم میگیره، داره فکر میکنه خب اگه این کارو بکنم بعد اونجوری میشه، همش در حال تحلیل و آنالیز. که خب اینها خوبه در یه حدی، ولی تعادلش از همه چی مهمتره، که ما بتونیم به یه بالانسی برسیم، به یه هارمونی برسیم که انرژی زنانه مردانمون رو بتونیم در واقع تقویت بکنیم. یه بخشی از زن بودن در زمان ما این بودش که ساکت باش، سرتو انداز پایین، هیچی نگو، خجالت بکش، حیا کن، شرم کن، تو زنی، صدات نره بالا. و الان حالا به یه شکل دیگه، مردهای، زنهایی که در بدن زن ولی با انرژی مردانه همچنان مشغول جنگیدن با این زندگی و انجام کارهای مردانه و بعد در این حال سرکوب شدن این که ما اصلا بدونیم حد من کجاست، مرز من کجاست، من چجوری میتونم از خودم محافظت بکنم. یعنی زن وحشی، حالا زن بیدار، یا حالا قدرت زنی که بتونه همونقدر نرم باشه، جاری باشه مثل آب و همونقدر در واقع مراقب و محافظ گله باشه مثل گرگ، که بتونه یه جایی دندون نشون بده و فریاد بکشه، نعره بکشه مثل شیر، که بگه آخه اینجا حد منه، تو حق نداری به حریم من و به حد من نزدیک بشی و بدون که جات اونجاست. حالا این مرز کشیدن در درجه اول باورش برای خودمونه که ما بدونیم آقا اصلا من کیم، من چه جایگاهی دارم، من چه احترامی دارم، من چه ارزشی دارم حتی اصلا برای خودم، تو تفکرات خودم، از بس که خفه شده، از بس که سرکوب شده. حالا یه سری خیلی جالب بود، یکی میگفتش که ما یه جاهایی پیش عمو خرسه بار اومدیم، یه جاهایی پیش
عمو گرگه بار اومدیم یه جایی پیش ماما خرسه. در واقع یه جاهایی انقدر ما وحشی شدیم که اصلا نمیدونیم این همه فریاد برای چیه، برای اینکه نمیدونیم اصلا از کجا داره میاد، فقط داریم فریاد میزنیم و میجنگیم. و یه جای دیگه ای حالا تو خانواده ها این شکلی لای پرقو بار اومدیم و اصلا نمیدونیم که آقا چجوری ما باید از خودمون دفاع بکنیم. رسوندن این به تعادل و دونستن این که آقا من چه حقی دارم، چه جایگاهی دارم، خودش خیلی مرز مهمیه. خوشبختانه اون همه حجم سرکوبی که در ایران و برای زنهای ایران بود، با ریختن خون مهسا مرزی رو باز کرد، انرژی رو آزاد کرد که زنها تونستن جابجایی در دنیا ایجاد بکنن. زنهای ایران، تک تک شماها، تک تک ماها، هر کدوم، چه در داخل این خاک چه خارج از این خاک، ما کار بسیار بزرگی کردیم. یعنی بیدار کردن و آزاد کردن انرژی زنانه اسیر شده توسط زنهای ایران اتفاق افتاد. یعنی من شخصا جلوی تک تک شما خم میشم، تعظیم میکنم و ازتون تشکر میکنم بابت اینکه همین الان این جمع هایی که هست برای فهمیدنه، برای اینکه ما داریم پیدا میکنیم. ما گم شدیم، سالیان سال گم شدیم که چی هستیم، کی هستیم و چه توانمندی داریم، چه جایگاهی داریم. وقتی به خودمون وصل میشیم، وقتی این حجم از زیبایی رو تو سطح خیابون، در سطح شهر میبینی، در شهرهای حتی مذهبی و سنتی که تفکر سنتی دارن، الان میبینی زن محجبه کنار دختر جوونیه که بی‌حجابه و دارن کنار هم به این تعامل میرسن. این بیداری اتفاق افتاده و من باور دارم و میبینم که توسط زنهای ایران اتفاق افتاده. من تو این 3 سالی که در واقع همقدم بودم در نیایش‌های در واقع بومی‌های قاره امریکا و مخصوصا مکزیک، پیام زن‌های ایران رو بسیار رسوندم بهشون. اونجا هستن کسایی که در هر دعا و نیایشی برای زن‌های ایران دعا میکنن، برای آزادیشون، برای رهاییشون، برای پیدا کردن قدرت درونشون که ببینن واقعا کی هستن، چه توانایی دارن. ما در دوره گذار سنگینی به سر میبریم. از اون همه سرکوبی که مادرامون شدن، الان داریم در واقع به این رهایی میرسیم، برای رها کردن خودمون. الهی آمین که زنده باشیم و ببینیم که داریم میبینیم خوشبختانه، و برای نسل‌های بعدی که بفهمن چه جایگاهی دارن. اون دوران مرد سالاری یا پاتریارکی به سر رسیده و الان انرژی زنانه، اون انرژی الهی زن، انرژی که به آغوش میکشه، از هم مراقبت میکنن اینجوری در جمع‌ها، برای همدیگه غذا درست میکنن میارن و همدیگه میدن، با عشق درست کردن و به همدیگه اینو تو وجود همدیگه در واقع مثل یک دارو میدن که تو تنها نیستی، تو من کنارتم، تو کنارمی. یه شونه‌ای هست، یه آغوشی هست، یه قلبی هست که تو رو به آغوش بکشه و بشنوتت و ببینتت. تنها نیستی، تنها نیستم، تنها نیستیم، هستیم کنار هم برای بیدار شدنش، برای کنار هم بودن و برای این رهایی. و از همه مهمتر قلبمونه. این تمرین های قلبی، این نشستن ها و خلوت کردن ها و گوش دادن به صدای قلب، دیدن خواب ها، مرور خواب ها، چون زنها قدرت بسیار بالایی دارن. حالا در گذشته بهشون میگفتن جادوگر یا ساحره، به خاطر اینکه زنها به واسطه داشتن قدرت شهودی بسیار بالاشون میتونن درک بکنن، میتونن حس بکنن، میتونن بفهمن، ارتباط بگیرن با گذشته، با آینده، با انسانهای دیگه از گوشه گوشه. خودتون بسیار حس کردین یه جایی بودین با مادرتون، با یه عزیزتون یا با فرزندتون، یه حسهایی کردین که ما با هم وصلیم، من دیدمت، من حست کردم. اینها همون زن وحشیه، اینها همون قدرت درونه، اینها همون دیدن اینها و ارزش گذاشتن براشه که باعث میشه ما ببینیم من چه قدرتی دارم، چه توانایی دارم و من میتونم از پسش بر بیام. رحم ما، تمام موجوداتی که روی این کره زمین هستن، خیلی قشنگه از این زاویه ببینیم که توسط زن به این زمین اومدن و اگر زن نبود هیچ موجودی نبود، هیچ فرزندی در این دنیا وجود نداشت. به ما گفتن که این نجس خون پریود،
خون عادت ماهیانه نجسه، در صورتی که تنها خونیه که به واسطه نریختن و نکشتن جاری میشه و تنها خونیه که برای زندگی جاری میشه، نه برای مرگ. اگر اینو این شکلی ببینیم و ببینیم چقدر زیباست، داره چه عملی اتفاق میفته و ما به کجا وصلیم و چقدر این خون پاکه و تقدیسش بکنیم، براش ارزش قائل باشیم، نه اینکه به عنوان نجاست ببینیمش. کلی از دردهای ما درمان میشه. دیدن رحممون و دیدن قدرتی که ما داریم به واسطه این فضایی که توش موجود زنده شکل میگیره و به این دنیا میاد، که خودش باز کمک کننده واسه دریافت‌های شهودیه، بسیار قدرت زنانگیمون رو تقویت میکنه. همه این اتفاقاتی که افتاده به اسم اسلام، به اسم مذهب، به اسم مرزها، اینها همه در جهت سرکوب این انرژی بوده. مختص ایران هم نمیشه. جنگ‌هایی و کشت و کشتارهای زنان اروپا در قرن‌های گذشته به اسم جادوگر و ساحره به واسطه همین بوده، چون زنان قدرتمند رو از بین می‌بردن که پیامشون، صداشون نرسه به بقیه و بتونن قدرت داشته باشن واسه تسخیرش، واسه طلسم این انرژی. ولی الان آزاد شده و بیشتر و بیشتر این هوش جمعی، این آگاهی و بیداری داره گسترش پیدا میکنه در جمع‌های خصوصی زیرزمینی و حالا گسترده تر. و چقدر قشنگه که اینها گسترش پیدا بکنه و بیشتر بشه و این صدای بلندتر بشه که ببینیم ما تنها نیستیم و داریم بیشتر و بیشتر میشیم و داره این سطح آگاهی بالاتر میره. هر کدوممون به عنوان مادر در درجه اول برای خودمون و برای فرزندمون، دختر و پسر، بتونیم اینو تقویتش بکنیم. برای پسر به یه شکلی که یه سری بندها رو ببره، جایگاه زن رو براش تعریف بکنیم و نگیم که آقا این فرزند اسیر منه، تا آخر عمر باید با من باشه و به من سرویس بده به دلیل اینکه پسر منه و تنها مردی که من از کودکی اینو تربیتش کردم و حالا این تحت کنترل منه، این بند بهش وصله و هر چی که من بگم تو یارت و عشقت و همسرت و دوست دخترت و پارتنرت و بذار کنار و بیا به من برس چون من مادرتم. و این مختص زنای ایران نیستا، اون سر دنیا هم همینه، همه جا همینه. چون اون ترسه از این که من تنهام و کسی نیست که از من حمایت بکنه، از مادر به فرزند، مخصوصا به فرزند پسر منتقل میشه و عدم پیدا کردن اون قدرت درون در واقع زنها هم باعث میشه فرزندی که پرورش میدن دختر و پسر ضعیف باشه. چون هر اتفاقی که میفته در این رحمه، حال و هوایی که مادر داره به فرزندش میده و اون همونو ادامه میده تا جایی که یه لحظه بایسته و بگه من میخوام چرخه رو قطعش بکنم، من نمیخوام دیگه ادامه بدم، من دیگه نمیخوام در این عذاب باشم. همه ما اینجا هستیم برای اینکه فضایی که مادرمون، مادر بزرگمون زندگی کرده رو بشکنیم. اگر آسیبی از پدر بزرگمون و اجدادمون دیدیم دیگه ادامهش ندیم. خیلی هم درد داره، بسیار سنگینه، پوست میندازی. صدای من که گرفته تا الان باز شده با دیدن شما به خاطر همه فریادهایی که من در این 3-4 روز گذشته زدم. تموم نمیشه. من با دست خودم بارها پوستم کندم به تنهایی، تک و تنها تو طبیعت، تو این فضایی که یاد گرفتم ازشون چجوری بتونم این زن رو بیدارش بکنم، چه توانایی دارم، چه خلوت‌هایی من نشستم تک و تنها تو طبیعت، ریاضت‌هایی کشیدم برای اینکه این دریافت‌های شهودی رو پیداش بکنم در فضایی که حالا در این مسیر که بهش میگن کامینو روخو یا مسیر سرخ، که مسیر قلب، مسیر خون، همون قلبمونه که از بومی‌های آمریکای شمالیه که من 3 سال در واقع باهاشون هم مسیرم. اونها یه تمرینی دارن به اسم ویژن کوست، یعنی کشف و شهود درونی. در این تمرین تک و تنها 4 روز 4 شب زیر درخت میشینی، بدون آب، بدون غذا، با هیچ، فقط یک پتو داری، حتی زیر انداز نداری. امروز دنیا جون گفتش که با خودت یک کوسن بیار. گفتم که
اولین تمرین سختی کشیدن هاست، بیرون اومدن از اون عادت هاست. عادت ها جای امنمون، از اون فضایی که الان گرم شد، الان سرد شد، الان زیرم سفته، الان سر جام نیستم. کندن از این هاست، اومدن از اون قالب و چارچوبی که خب من اینجا الان در رفاهم، در آرامشم، در امنیتم، همه چی برام مهیاست، ولی آیا الان حالم خوبه؟ الان خوشم؟ الان چی داره بر من میگذره؟ آیا خودمم اونجور که میخوام زندگی بکنم دارم زندگی میکنم؟ یا اینکه ندارم تحمل میکنم، دارم فقط میگذرونم، روزها رو شب میکنم، شبها رو روز میکنم، بدون اینکه اصلا بدونم قرار به کجا برسم. قرار فقط من بیام و حالا مثلا یه سری لباس مارک داشته باشم و یا حالا یه سری لیبل زمینی داشته باشم و بعد برم. خب خیلی هم میان و میرن، ولی اگر منو راضی میکنه خیلی هم عالی، چون این مسیر هر کسی نیست. نمیگم همه مثل من بیاین اینقدر ریاضت بکشین و همه ریاضت رو ادامه بدین، اصلا حرفم این نیست، ولی همین که اینجا هستین یه بخش اصلیش بیرون اومدن از فضای امنه، از اون دایره امنه، از اون عادتهای تکراریه، از خوردن، نوشیدن، تجربه کردن، نفس کشیدن تو فضاهای جدیده، اتفاقای جدیده. حالا نمیدونم چقدر خودتون تجربهش کرده باشین، ولی شاید اگر مرور بکنین یه جاهایی که شاید بهتون سختی هم اومده، اذیت هم شدین، ولی براتون جذاب بوده و براتون یه خاطره‌ای شده که همیشه مثلا مرورش میکنین که ای اون سفره یا اون فضای چقدر برای من پررنگ، چقدر من تو اون فضا تونستم امکانات جدید یا انرژی های جدید یا روابط جدیدی رو تجربه بکنم، قدم بذارم توی یه جایی که قبلا نبودم و الان اومدم، چقدر خوشاینده برام. زن وحشی یه بار دیگه اگه بخوام بگم، چون روی قضیه خیلی تاکید دارم، حالا یه فضایی الان باز شده که من دیگه رهام، دیگه آزادم، الان با هر کسی که بخوام، با هر جنسیتی که بخوام میتونم رابطه داشته باشم، با این بخوابم، با اون بخوابم، تجربه بکنم. ولی واقعیتش اینه که ما همون پورتالی که برای زندگی داریم این انقدر مقدسه و انقدر جذب کننده است، انقدر قویه که باید بدونیم با چه کسی، با چه روحی و با چه انرژی در ارتباطیم، چون این جذب میکنه و در خودش این حافظه رو نگه میداره. یه سری از دردهای عادت ماهیانه ما، دردهایی که مادرمون و مادر بزرگهامون کشیدن، چون شاید پدر بزرگ اهل زنبازی بوده، اهل تجاوز بوده، اهل یه سری روابط بوده، یا به اون مادر بزرگ تجاوز شده و رحم به رحم، فرزند به فرزند، از مادر به فرزند این همراهش میاد. این همه دردی که هست یه بخش زیادیش به واسطه روابطه، یعنی مراقبت از انرژی زنانه، یه بخشش مراقبت از این پورتاله که ما با چه کسی رابطه داریم، چون هر چی که هست ما در این نگه میداریم. من همینجا دوست دارم بدون پرده بهتون بگم، حالا لایو هم هست چون یه سری حرف باید شنیده بشه. من با کسی که ازدواج کرده بودم در مکزیک، شوهرم بود و بعد از اینکه ازش جدا شدم، آخرین باری که باهاش رابطه جنسی داشتم تو پروسه جدایی، چون یه وقفه افتاده بود و بعد حالا گویا روابطی داشت و بعد من وقتی باهاش رابطه داشتم انقدر من اینو پررنگ حس کردم. بعد از اینکه تنها شدم و حالا جدا از اون غم‌ها و همه این جدا شدن‌ها، من کنار ساحل نشسته بودم و حالت تهوع داشت بهم دست میداد و این حالت تهوع برای من قشنگ پیامش من قشنگ دیدم روابطی که این آدم با کسای دیگه داشته و بعد با من این رابطه رو برقرار کرده و بهش درجو زنگ زدم، گفتم چطور تونستی با من همچین کاری بکنی؟ چطور به خودت جرأت دادی که بیای با من در واقع اینو به من بدی؟ و من مدت‌ها در حال پاکسازیش بودم، قشنگ حسش میکردم تو وجودم و بعد حال زنهایی که در واقع اون باهاش خوابیده بودم حس میکردم، چون ما میفهمیم تو اون خلوت‌های خودم، تو اون طبیعت نشستن‌های خودم، مخصوصا انرژی آب و دریا که حالا املاح هم داره با خودش، اینو برای ما یادآوری میکنه، چون تمام این عناصری که هست همه حافظه رو در خودشون نگه میدارن، مخصوصا آب، چون ما حجم آبی که در کره زمین داریم یه حجم آب محدودیه و این آب همینطور برمیگرده به این چرخه طبیعت
برمیگرده. اگر کسی اون گوشه دنیا براش اتفاقی بیفته، من اینجا کنار ساحل حسش میکنم. همین سری تو سفری که بودم در جنوب ایتالیا سیسی، ساحلی که واسطه بودم، یه لحظه تمام انرژی که این پناهنده هایی که از قاره افریقا دارن با قایق خودشون میرسونن به جنوب ایتالیا که بعد بخوان مهاجرت بکنن برن شمال، من قبل از که وارد آب بشم مثلا یه چیزی اینجوری من نگه داشت و من واسطادم و همینجور شروع کردم اشک ریختن. حس میکردم اون روحایی که تو این آب جونشون از دست دادن و دارن فریاد میزنن برای نجات. همه چی هست، همه چی زنده است، ولی ما نمیفهمیم، حسش نمیکنیم، قطع شدیم، فقط تو سرمونیم. فقط برو سر کار، بیا اجارتو بده، قسطتو بده، زندگیتو بکن. حالا واقعا خوشبختانه به واسطه بسته بودن مرزهای ایران یه سری فضای زندگی که حالا بیرون از اینجا هست که ما خارج از سیستم جهانی هستیم ما نداریم. این همه بدهی، این همه کردیتی که هستش، سیستم‌های بانکی که هست، ما اینجا نداریم. همه چی نقد اینجوری میره خریداری میشه، ولی بدهکار نیستیم. هر چی که هست مالکشیم، صاحبشیم. و اگه بخوایم تبدیل به پولش بکنیم، حالا با به فروش رسوندنش میتونیم اینو به دست بیاریم و ما بدهکار نیستیم. این یه سری حسنا داره که ما میتونیم یه مقدار برگردیم به خودمون، به اینی که آقا ما خارج از یه سیستمی هستیم که به غلط به ما گفتن اون درسته، به غلط به ما گفتن باید این شکلی زندگی بکنی، به غلط و به دروغ ما رو بردن توی ترس ها از رسانه های مختلف که آقا تو بترس که از اون قالبت نیای بیرون، یه وقت بخوای اون روح جستجوگرت رو بخوای بیدار بکنی و تو بمون و بترس همینجوری تا آخر عمر. برو سالیان سال کار بکن، سالیان سال در این فضا بمون و هیچی تجربه نکن و بیا برو و مثل ربات و ماشین در واقع زندگی بکن که این آزاد نشه. ولی این اتفاق افتاده، این آزادی بیشتر شده، بچه‌هایی که تو سفرن بیشتر شده، بچه‌هایی که آگاه‌تر شدن بیشتر شده، این فضاها بیشتر شده، امکانات خود همین رسانه این فضا رو به ما میده که بیشتر و بیشتر بتونیم کنار هم دیگه گپ بزنیم، معاشرت بکنیم، بشنویم و ببینیم که چه قدرت‌هایی داریم که فراموش کردیم، سرکوبش کردیم، یادمون رفته. تو خلوت‌های خودمون، در کنار آتش روشن، در کنار همون آبی که هستش، موقع نوشیدنش با نیت، کنار دریایی که میری با نیت، منو پاکم کن، منو آزادم کن، منو رها کن از همه این بندها، از همه بندهای ذهنی. بذارین رو آزاد بشه، یه ذره بتکونم اینو، یه بدنم رو تکون بدم. الان ورزش کردنمونم شده رفته توی قالب و چارچوبی که خب من برم باشگاه دنبل بزنم، هارتل بزنم. خوبه، نه اینکه بد باشه، ما عضلای قوی میخوایم، ولی یه مقدار رها شدن این جسم، آزاد شدن این جسم که همزمان با خودش روح آزاد میکنه، حرکتایی که قشنگ مثل آب این انرژی رو در بدن جاری میکنه. من یکی از تفریحاتم اینه که برم تو دریا و باهاش عشق بازی کنم، برم اون توش برقصم، یه ذره بدنم رو به حرکت در بیارم، چون همه چی گیر میکنه. دردهایی که ما داریم دردهای روحمونه، صدا میزنه، میگه آقا من اینجا گیر دارم، دستی که گرفته، کمری که گرفته، پایی که گرفته، رحمی که داره از عادت روتینش اومده بیرون، یا کیستایی که هستش مخصوصا برای ما زنها، این داره فریاد میزنه منو آزاد کن، منو رها کن، به داد من برس. نه اینکه با قرص و دارو و سرکوب کردن و مسکن خوردن خفش بکنیم. بدن بسیار هوشمند. یعنی یکی از تمرین‌های زن وحشی اینه که من بشینم و بشنومش، چون هر چی که داریم در این بدنه. این بدن ابزاریه برای روحمون اینجاست، از این زندگی و از زندگی‌های گذشته و از اجدادمون با خودش کدهایی را آورده. این کدها داره به ما پیام میده. اگر ما بشنویمش آزادتر و رهاتر میشیم، سبکتر میشیم. این سیالی و این جاری بودنه در ما اتفاق میفته که خب حالا ببینم چی واقعا به من تعلق داره و چی رو باید بذارم زمین. بالون وقتی میخواد اوج بگیره این کیسه های شنش رو رها میکنه، سبک بشه بره بالا. من اینو تو سفرم تو کوله پشتی که پشتم بوده و باید زندگیمو برای سالیان سال یه اندازه‌ای تعیین میکردم که بتونم بارم رو به دوش بکشم و این بار همیشه شوخی میکنم، میگم لباسام هم اینجوری تو دستم بود، خب این چه وزنی داره، این چقدر جا میگیره، خب مثلا اینو لازم ندارم، اینو لازم ندارم، که سبک بشه بتونم
بتونم حرکت بکنم، وگرنه هزار تا درد دیگه میاره بر من. مچ درد، خب این کولره بخوای بندازی کمر درد و سنگینی واسه جابجایی. همین زندگیمونه، زندگی که توش هستیم. میگم حرف من اینه که خب همه چیزو بزنی زیر میز بازی و عوضش بکنین، یهو بزنین زیرش بریم، چون اصلا مال هر کسی نیست. و حرف من فقط سفر نیست، ما هر لحظه در سفریم، هر روز نو داریم میشیم، هر روز این خورشید وجودمون، آتش درونمون در حال نو شدنه و در حال جوشیدنه که چه شکلی میتونیم این هستی درونمون رو پیدا بکنیم و به صدای درونمون گوش بدیم که واقعا من جام کجاست، چی مال منه و چی مال من نیست، من چی رو نگه دارم، چی رو رها بکنم. خیلی از چیزهایی که داریم بندهای روابطه، بندهای خانواده است، بندهای ترسهای شغل، درآمد، بدهیاست و همه این چیزا که کاملا قابل درکه و منم درگیرش بودم، میفهمم. ولی یه بخش دیگهش من اصلا اینجا تو این رابطه، تو این فضا چی کار میکنم، برای چی هستم اینجا و قراره دنبال چی باشم، قراره با هم رشد بکنیم، قراره با هم از هم درس بگیریم. و هر کسی که تو زندگی ما میاد، هر اتفاقی که میفته، قشنگ مشق ما اونجاست، درس ما اونجاست، آینه ما اونجاست. اینکه این اخه، این مشکل داره، این شکلیه، اون شکلیه، یه لحظه مکس بکنیم، پیامشو بشنویم. چی داره به من میگه؟ چی میخواد به من بگه؟ برای چی اومده؟ چرا اومده؟ همونجور که همه ماها الان از گوشه‌های مختلف جمع شدیم، رسیدیم اینجا برای اینکه همدیگر رو بشنویم، برای اینکه ببینیم چه اتفاقی، چه چیزی برای منه و من کجای داستان زندگیم قرار گرفتم. راهتون روشن باشه، بیدار باشید. نمیدونم چقدر حرف زدم. یه ساعت. بله. بله. چی دوست دارید بپرسیم؟ حرف بزنیم، گپ بزنیم، سوالی داریم؟ بله. یه کلمه آمریکایی رو، یعنی بومی آمریکا رو به کار بردیم به معنای راه سرخ. کامینو روخو. اون البته کلمه اسپانیایی. بله. من اینو میخوام واضح بشنوم که واضح به یاد بسپارم. میتونین هجی کنین یا ببین، چون اون کامینو یعنی مسیر، روخو یعنی سرخ. مسیر سرخ در واقع مسیر قلبه، مسیری که به قلب میرسه. مرسی. همون در واقع دریافت‌های شهودی، پیام‌های قلبیه. ما یکی از هم بارها تکرار کردم ولی الان بازم میگم، ما اصلا فراموش کردیم اینجا قلبی هست، حسی هست. مخصوصا ما زن‌ها خب خیلی شهودیم، حس‌های متنوعی داریم و خیلی عمیق دریافت میکنیم. ولی قلبه داره چی میگه؟ این داره چی صدا میزنه؟ آیا حالش خوبه یا نفس من بالا نمیاد؟ ما با نفسمون، با تپش قلبمون داره به ما پیام میده که آیا حالت خوبه؟ تو ترسی؟ به سر جاتی امنی؟ نفس راحت میاد میره؟ یا اینکه احساس اضطراب میکنی؟ یا اینکه انقدر تو این ذهنی، تو این سری که یاد رفته که آقا اصلا چیه جریان؟ اصلا من کجای جریانم؟ اصلا برای چی من اصلا تو این جریانم؟ قرار این جریان منو به کجا ببره؟ آیا اصلا این جریان مال منه؟ انتخاب منه؟ یا من افتادم تو این جریان؟ حالا یه مثال دیگه که بخوام بزنم، 6 سال پیش من در سفر عمان، خب خیلی خنده داره، وسط کویر، وسط بیابون سیل تو رو ببره، ولی سیل منو برد. وقتی بخواد اتفاق بیفته میفته. یه جمع 12 نفری بودیم، 6 تا ماشین، رفتیم آفرود و شب کمپ کردیم توی کویر و صبحش بلند شدیم که بیایم سمت شهر. و بارندگی بود، بارانای موسمی هم که در جنوب ایران و حالا حاشیه خلیج فارس میاد، بارونهایی هستن که بسیار سیل هستن، با اینکه حالا کشور خشکه ولی بارونهایی میادش که باعث میشه سیل جاری بشه. بعد نمیخواد سه تا ماشین جلویی به واسطه بارندگی
مسیری که واسطه بودیم مسیر راه دیده نمیشد چون یه مقدار آب اومده بود بالا و بعد به هر دلیلی اومدیم که بیایم بیرون، از اون مسیر بیایم بیرون. ما باید اونجا می بودیم که این سیل اتفاق بیفته. حالا بارون شدیدتر شد، آب بیشتر اومد بالا و ما باید از ماشین می اومدیم بیرون. درها رو باز کردن که از ماشین بچه خودشون نجات بدن و ماشین که من توش بودم ماشین دوم بود، دقیقاً چسبید به صخره به واسطه گردش آب. و اتفاقی که افتاد این بودش که راننده از سمت شیشه ماشین رفت بالا روی سقف، رفتش روی صخره و من که اومدم برم دوباره یک موج عظیمی از آب اومد و ماشین پشتی کوبوند و ماشینی که من توش بودم و ماشین خورد به ماشین جلویی و ماشینی که من توش بودم خلاف جهت، یعنی سر عقب رفت تو مسیر جریان آب توی دره‌ای که اونجا گیر کرده بودیم که بریم. حالا ما از اون فضایی که یه ذره انرژی مادرانه پررنگی هم دارم نگاه کردم، خب همه جاشون خوبه فقط منم. اون سه تا ماشین که هنوز سر جاشونن، اینا در واقع بیرونن ولی رو صخره‌ن، خب فقط من قرار نیست کسی نجات بدم، خب فقط منم خدا نگهدار من دارم آب در منو میبره. تنها کاری که کردم از روی سقف اومدم بیرون و شیشه رو دادم بالا چون ماشین روشن بود و من خلاف جهت آب داشتم عقب میرفتم. ماشین خب ماشین شاسی بلنده SUV بود و جلوی چشم میدیدم دو تا ماشین دیگه ای که دارن میخورن به صخره و درش کنده میشه، وسایل داره روی آب میره. اصلا شوخی نداشت، یعنی یه فضای بسیار جدی بود که من به همینجوری نگاه میکنم گفتم واقعا اتفاق افتاد. واقعا الان من مثلا توی همچین فضایی ام، واقعیه، من خواب نیستم بیدارم. بودم نه بیداری، واقعا الان توی همچین شرایطی هستی، الان میخوای چی کار بکنی؟ خب دیدن این صحنه خیلی ترسناک بود و اینکه خب معمولا آب از کوه که بره، از دره بره، از یه جای بلندی مثل آبشار میره پایین و داره مسیر دریا رو میره دیگه و این قراره که سقوط بکنه یه جایی این ماشین و من کجا قراره برم. همین فکرها توی سر من در حال چرخیدن بود که خب چه اتفاقی میفته و من باید چی کار بکنم. یه صحنه که بسیار ترسناک بود این بودش که خب ماشین همجور داشت آب از زیر پا می اومد بالا و یه جا دره تنگ شد و کل حجم آبی که در واقع بود تنگتر شد و حجم آب انقدر اومد بالا که من شیشه‌های اطرافم نمیدیدم و من در واقع توی ماشینی گیر کرده بودم که دور تا دور آب گل‌آلود بود و اینها رو دارم مثال میزنم. همون داستان ریشابی اینا همش نمادینه ولی من زندگیش کردم. خب و دور تا دور آب گل‌آلود بود و خب این تصور این که خب این حجم آب انقدر زیاده یا من بس کنار صخره میخورم شیشه میشکنه و این آب میاد تو و من خفه میشم. و با چی خفه میشم؟ با آبی که من انقدر باهاش ارتباط دارم، آبی که انقدر برای من همیشه تو سفرام یه جایی داشته، یه جایگاهی داشته، یه نمادی بوده و قرار من الان بمیرم. خب چی میشه؟ هر وقت میگم این تپش قلبه میاد چون قشنگ میرم تو اون فضای یه مقدار این حرفا توی سر من بود و بعد این آبا رفت کنار واسه که دره پهن‌تر شد و من تونستم اطرافو ببینم. خب یه مقدار آرامش پیدا کنم چون زمان طولانی من در واقع روی آب بودم و حالا همینجور آب داشت بالا میومد. بعد به محضی که تونستم اطرافو ببینم چون از پشتم نمیتونستم چیزی ببینم که پشت من چه خبره، مسیری که دارم میرم کجا دارم میرم، هیچی دیده نمیشد چون ته ماشین شکلی توی آب بود و من نمیدونستم اون پشت چه خبره. جلو رو میدیدم و حالا ماشینه که یکیشون زیر یکی درخت گیر کرد، یکی سقفش کنده شد، اون یکی همینجور وسیله بودش که داشت باز همینجور رو آب میرفت و منی که توی آب گیر کردم، سقفی نیستش که سانروف داشته باشه من بخوام برم روش و خب چه اتفاقی میفته؟ من چیکار کنم؟ یه سری درخت دیدم کنار حاشیه دره و شما رفتید کنید تو حاشیه دره یه سری درخت دیدم که گفتم خب من میتونم درخت‌ها رو بگیرم و ماشین همچنان روشن بود. از این حجم آب داره بیشتر میشه. فرمون ماشین رو من عوض کردم، جهت دادم بهش که بیام کناره یه دیواره که بتونم حالا تنظیم کنم چون انقدر من خودم تو چالش‌های مختلف مثلا چالش‌های آبی میذاشتم خلاف جهت رودخونه شنا بکنم که هم بدنم قدرتش بیشتر بشه، هم ببینم این جریان چقدر من میتونم خلاف این جریان برم. همه تمرین‌های ذهنی که بتونم خودم رو بیشتر تقویت بکنم تو خلوتام، تو سفرها.
تنظیم کردم. خب این الان یعنی همه چی اون لحظه تو شرایط بحرانی ذهن خیلی شدیدتر در حال کار کردنه. تمرین این که چقدر من جلوتر شیشه رو بدم پایین، حالا ساعت پایین اومدن شیشه چقدره، من چقدر نزدیک بشم که به نزدیک بدنه دره نخورم که بعد بخواد همون اتفاق برای ماشین که من توش هستم بیفته، خورد بشه شیشه یا اینکه درش قور بشه، چپه بشه. یعنی اینا همه احتمالایی بودش که میتونستم، یعنی داشتم تو اون لحظه تو ذهنم میدادم خب من چه جوری میتونم بیام بیرون. خلاصه تنظیم کردم. حالا تو این فاصله یه ریز اینم بگم، باز وسط اون جایی که همه این آبهای گلالود بودن من داشتم گفتم که آخ مامانم، من الان اینجا وسط دره برم کی میدونه من کجام و چجوری میخوام به مادر من خبر بدن که من کجام. حالا داشتم گفتم خب پاسپورتم تو خونه فلانیه، اونا به سفارت ایران خبر میدن، بعد سفارت ایران مثلا اعلام میکنه، بعد اصلا اینجوری میشه. خب بالاخره اینا میفهمن. یعنی همزمان همه چی داره تو این ذهن بررسی میشه. بعد باز حالا میخوام بیام بیرون، دارم فکر میکنم که خب عینکم بالا سرمه، کولم پشتمه، این کابل شارژره اینجوری تو فندکی ماشینه، گوشیم اینجاست، گوشی صاحب ماشینم اینجاست. من کولم رو بردارم که یه کاپیشنی دارم که ضد آبه، اون کاپیشن رو بردارم، گوشه خودم و گوشه این صاحب ماشینم بذارم توش، زیپشو ببندم، کولم هم بذارم پشتش، عینکم بذارم توی کولم و بعد بپرم. یعنی این مغز آروم نمیشد. همه چی هم میخواست با هم انجام بده. یعنی یکی از شاید نقاط ضعف یا قوت من همینه که همه گوشه گوشه ریز به ریز رو باید مثلا بسنجی، تحلیل بکنی و حالا اون کمالگرایی هم در کنارش باشه. که حالا من همه این کارا رو انجام دادم. کاپیشن رو برداشتم، زیپو کشیدم، گوشی رو گذاشتم. حالا گوشی اون ماشینم توی شارژ بود، من اومدم کابل شارژ رو بکشم، اون فندکیش اومد بیرون. گفتم ای بابا ماشینش خراب کردم. حالا ماشین داره تو آب میره، میسوزه، نابود میشه، من نگران فندکیم. بعد خلاص دیدم کوله رو بخوام بیارم، نه کوله از شیشه رد نمیشه دیگه. کوله رو گذاشتم بیخیال شدم، گفتم دو تا گوشی‌ها رو نجات بدم که چون تمام دیتاهای من، همه سفرهای من، تمام عکس و فیلم‌ها خب روی با گوشی بوده، اون دوربینه هنوز محقق نشده. بعد تنظیم کردم، شیشه رو دادم پایین، پریدم توی آب. یه مقدار جلوتر از درخت و خب من رفتم زیر آب، اینجوری چرخیدم اومدم بالا، با آرنج راست خوردم توی صخره و بعد میدونستم که اون بالا یه شاخه رفته. همین قدرتمو جمع کردم که این شاخه رو بگیرم، خودم کشیدم بالا و اومدم از آب بیرون. بذار این ور نگاه کردم، دیدم یه سری جماعت در واقع بادیه نشینه اون روستای نزدیک اونجا با حال دشداشه‌های بلندی که داشتن، مردهای عرب بادیه‌شون دارن میزنن تو سرشون، میان سمت من. چون از روستای بالا به اینا خبر داده بودن که یه ماشینی در واقع روی آبه و کسی توشه، نجاتش بدین. و من پشت سرم اصلا نمیدیدم که گویا این یه قریه‌ای بود، یه بادیه بود وسط اون دره، تو اون فضا که اینها اونجا ساکن بودن و با شنیدن خبر سیلی که بعد از سالیان سال اونجا سیل اومده بود که اصلا سیل نیومده بود اونجا، بعد از مدت‌ها اینا اومده بودن تو حاشیه واسطه بودن که اگه بتونن منو بگیرن. و بعد اینا اومدن گفتن که ما که تو این شرایط سخت زندگی می‌کنیم، واقعا چطور تونستی خودتو نجات بدی؟ این صحنه‌ای که ما دیدیم واقعی نبود، من خودم نمیدونم چی شد، ولی یکی من نجات داد. این قدرته باعث شدش که من بتونم خودم از اون جریانی که داشت منو میکشید بیرون، اینا همه در واقع براتون تعریف می‌کنم به صورت نمادین، چون شما دارین این کتابو می‌خونین، این بهتون کمک می‌کنه که نگاه‌های دیگه‌ای هم تو جریان‌های زندگی خودتون داشته باشین که چه جریانی توی زندگی داره شما رو میکشه تو خودش و اونجا کجاست که شما این ریسکو می‌کنین که بپرین تو دل حتی جریان شدیدتر، ضربه بخورین و یک کسی ازتون باز اونجا مراقبت میکنه، همون درهی که میگم بالا باز میکنین میپری، یک کسی ازتون مراقبت میکنه که یه خراش بر نمیداری، یه کوچکترین خراشی بر نداشتم، فقط یه کوفتگی بودش که زنهای اونجا اومدن یه مرهم با زردچوبه گذاشتن رو دست من و دست من بستن. که بعد از اون که من تازه اومدم بیرون اولین کاری کردم من گوشی‌ها رو به جای اینکه بذارم تو این جیب ضد آبه گذاشتم تو این جیبه که توری بوده، آب رد شده، ایوا گوشی‌ها سوخت. خب اصلا در ذهنم اصلا باور انقدر شوک شده بودم که اصلا متوجه نبودم از چه فضای خودم کشیدم بیرون، چه اتفاقی افتاده. اینا جریانای زندگیمونه
ما رو میبره، اصلا نمیفهمیم ما چجوری سر از اینجا در آوردیم، اصلا چی شد من اینجا آمدم. من تو همون 2 رابطه ازدواجی که داشتم، تو هر دوتاش من قشنگ یادمه که شب و روز من میخوابیدم و میگفتم من اینجا چیکار میکنم، مخصوصا رابطه اول، من اینجا چیکار میکنم، من چرا اینجا، چی شد که اینجا، اصلا این شکلی من قرار باشه زندگی من، اینو نمیخوام. حالا چجوری میتونم بیام بیرون؟ جریان خیلی سخته، خیلی سنگینه، ولی آدم روش هستی. حالا بماند که بعدش من همینجور میلرزیدم، بعد اومدم واسطم دیدم که سیله و از بیرون تونستم ببینم اون سیله، چون تو دلش بودم. اومدم بیرون واسطم و ماشینی که حالا به واسطه چرخوندن فرمونش اون وسط گیر کرده بود، چون اون میگم اونجا یه قریه‌ای بود، یه بادیه‌ای بودش که اونجا بود و پهن‌تر میشد، ولی انقدر حجم آب زیاد شد که تا روی ماشین رو گرفت. یعنی اگر من اون لحظه بیرون نمی اومدم من قطعاً می‌مردم. یعنی اون لحظه، اون نقطه درست‌ترین و سروقت‌ترین زمانی بودش که من میتونستم خودم بکشم بیرون، وگرنه اونجا توی ماشین خفه میشدم. چون حتی روی ماشینم نمیتونستم برم به واسطه اینکه سانروف نداشت و من نمیتونستم بیش از حد بیرون آب سرمو نگه دارم و خفه میشدم. حتی بالای ماشینم نمیتونستم برم، چون ماشین تا حد بسیار زیادی بعدش رفت زیر آب مدت طولانی. وقتی که نشست کرد و وسط بود، کنار نبود، چون میگم اونجا پهن شده بود، این رفت اون وسط گیر کرده بود و هیچ راه دسترسی نبودش که کسی بخواد من نجات بده و من خودم به دست خودم رو نجات دادم، دقیقاً در شرایط و زمانی که باید نجات میدادم و فقط اعتماد به قدرت درونم و یه چیزی و اون نیرویی که بیرونه که همون اون درون منه. ما چون وصلیم، اون اتصاله هست، اون ارتباطه هست، اونی که داره از من مراقبت میکنه خود منم، همون جهانی که بیرونه درون منه. ولی اگه من میبینمش، جرأت و جسارت اینو دارم که بتونم خودم رو نجات بدم با دستای خودم، بتونم بکشم بیرون از جریانی که داره منو میکشه تو خودش. حالا بماند که بعدش اون شوکه چقدر منو بردش توی بحث شوک روانی و بعد من چاق شدم، به خاطر اینا همه اثرای روانی میذاره و خیلی بدونی که بدونم من فرداش راه افتادم، رفتم کل مسیر رو پیاده رفتم، چون از شوک اصلا من نمیتونستم گریه بکنم، نمیتونستم بخندم، اصلا قفل شده بودم و بعد من کل مسیر رو رفتم تا جایی که شروع در واقع سیل بود که بعد با دوستی که خودش روان پزشک بود و روانشناس بود صحبت کردم. من اینا رو همیشه اشتباه میکنم، روانشناس بود، صحبت کردم، گفت یکی از درمان‌های در واقع شرایط بحرانی اینه که تو اون مسیر رو مرور بکنی، چه تو ذهنت، مخصوصا تو 48 ساعت اول، 72 ساعت اول تو اینو بتونی مرورش بکنی. و من خیلی قلبی، خیلی دلی اصلا جمع و فراموش کردم، همینجوری شروع کردم پیاده رفتن و وقتی تازه زیر درخت رسیدم که یکی از اون ماشینا گیر کرده بود و همه چیزشو آب برده بود، من فقط اونجا تازه اشک من در من شروع کردم مثلا گریه کردن، بیرون ریختن اون شوک و استرس که حالا بعد پروسه درمانی خودشو داشت. ولی ما هممون درگیر یه سری جریانا میشیم توی زندگیمون که ما رو میکشه، میبره و میتونه غرقمون بکنه، میتونه زخممون بکنه، میتونه نابودمون بکنه، سر از آبشار و دره در بیاریم، سر از اقیانوسی در بیاریم که له شدیم، خورد شدیم، تیکه تیکه وجودمون رفته و ما نمیبینیم، متوجه نیستیم. ولی اون لحظه که تو قدرت تو ببینی، حالا چه به عنوان زن چه به عنوان مرد، جمع بکنی خودتو و بگی من میخوام خودم رو نجات بدم، میخوام خودم رو آزاد بکنم، رها بکنم از همه این گیرها، به هر قیمتی که شده میرم تو دلش، چون از پسش برمیام، چون میتونم، توانمندیشو دارم، من از پسش برمیام، دست خالی، تک و تنها، کولم جا میبره میسوزه، یه سری چیزا میسوزه، خودم خراش برمیداری، بعد که وقتی سری دستهای کمک میاد، ولی قدم اول تو باید برداری، تو باید بپری. بعد که اون فرشته ها میان، اون مراقبا میان، اون آدم ها در قالب فرشته ها در قالب انسان، پیام ها میرسه، دست ها میرسه و تو رو میگیره، ازت مراقبت میکنه، هرچند که باز مسیر خودت باید بری، مسیر مال توه، مختص توه. تو اومدی اینجا و هر چیزی که داره درون تو قل میزنه که میگه من اینو میخوام ولی اینو نمیخوام و هر قیمتی که هست باید رهاش بکنی که آزاد بشی. سخته، پارگی داره، خونریزی داره، جر میخوری، پوست میندازی، ولی بعدش نوشه،
بعضش یه آزادی داره. بعد نگاه میکنی میبینی مثلا میگه خودم کردم، دمم گرم که اعتماد کردم در درجه اول به خودم که از پسش برمیام و آزادش میکنم. هممون این توانایی داریم، من تنها نیستم، تک تک شماها این قابلیت رو داریم، هممون داریم و این توی وجودمونه. فقط کافیه بشنویمش، خودمون رو بشنویم، باور کنیم و بلند شیم، حرکت کنیم. مرسی. اگه سوالی داریم جونم خواستم اگر براتون البته مجازه و مشکلی وجود نداره از تجربه 3 سال اخیرتون با بومیان امریکای شمالی خیلی زیاده. یک جریان زندگی بسیار طولانیه. یکی از تمریناش اینه که زیر درخت 4 شبانه روز بدون غذا بعد برداشت نگفتیم. خیلی آخه مفصل، یعنی اینا انقدر لایه‌های طولانی داره اگه بخوایم بازش بکنیم واقعا نمیدونم در این فضا در این جلسه بگنجه یا نه. بله حالا میتونی یه بخشی از اون پادکست رو گوش بدین، هرچند که اینها باز من بعد از پادکست باز همچنان این فضای درونی و تمرین های من خب ادامه داشت و داره. این چیزی که تجربه کنید نزدیک به تعالی زمانه. بله اون هم میتونه باشه، یعنی خودش نیست. حالا من نه کتاب زنان با گرگ‌ها میدوند رو خوندم، نه کتابای کارلوس کاستاندا رو خوندم، هیچ کدوم نخوندم. من فقط حسامو رفتم دنبالش و بابتش بهای بسیار بسیار سنگینی دارم که خیلی هم راضیم ازش. خیلی قشنگه. ممنون ازت. مرسی از کسایی هم که اینجا همراه بودین. من اینو سیوش میکنم و بله مرسی ماچ به همتون.